خدا نیتی حکومت نصیب کرده که ضد سلفی است. اینا را باز میفهمین که چطور جزا میدن. در وطن تنها مذهب حنفی میچله، دیگه مذهب نمیچله اینجا. اونا را معرفی کنین که این نظام ضد از اون. اکثر گروه ها که هست اونا در منهج مشکل دارن، منهجشان کفری می باشه. مثلا حال منهج امارت، چرا امارت کافر و مرتد ما میگیم یا اکثر مسلمان ها میگن؟ به واسطه که منهج امارت منهج کفری است. چگونه کفر است؟ مثال اول در نصاب منهج تربیتی امارت چیزی به نام توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات، حاکمیت، امر و نهی وجود نداره. هر کس آورد ثابت کرد سر مر بگیره و پایدار بزنه و زبان خودم میبره. اقسام توحید در منهج امارت وجود نداره. در صورتی که قرآن عظیم الشان 2500 آیت درباره شناخت اقسام توحید و عقیده اسلامی نازل کرده و رد اقسام کفر و عقاید کفری. اگر در منهج امارت اقسام توحید می بود، یکی از شرایط توحید حاکمیت چیست که با کفار